سلام به همه. من مهدی بهزادپورم و با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی محصولات فورتینت در خدمت شما هستم. توی این ویدیو قصد داریم با همدیگه داکیومنت های فورتینت رو در رابطه با ورژن های فورتی او اس و اینکه کدوم یکی از این ورژن ها استیبل هست و مناسب دستگاه ما هست با همدیگه مرور کنیم. خیلی پیش اومده همکارای مختلف با تیم فنی ستاک تماس میگیرن، با ما تماس میگیرن و در رابطه با اینکه کدوم ورژن مناسب برای دستگاهشون هست سوال میکنن. حالا من توی این ویدیو یه سری از داکیومنت های فورتینت رو که مرتبط با این قضیه براتون باز کردم، آماده کردم که با همدیگه اونا رو مرور کنیم. فورتینت برای او اس محصولات فورتی گیت یعنی فورتی او اس ورژن های زیادی داره. در حال حاضر آخرین ورژنی که برای این دستگاه وجود داره ورژن 7.4.2 در واقع ورژن 7.4 و پچ 2 هست و اگر از آخر بخوایم بشمریم ورژن 7.4 و قبل از اون ورژن 7.2 قبلتر ورژن 7.0 و به همین ترتیب میره پایین، میشه 6.4 6.2 و 6.0 که الان این ورژن ها هست و مثلا ورژن 7.0 تا پچ 13 اومده، ورژن 6.4 تا پچ 14 اومده و چجوری ما باید بفهمیم که کدوم یکی از این ورژن ها برای دستگاه ما مناسبه؟ یکی این که توی این یکی دو ماه اخیر فورتینت یه فیچری رو اضافه کرده، یه قابلیت جدیدی رو اضافه کرده که توی داکیومنت های فورتی او اس 7.2 و 7.4 اینو اضافه کرده. یعنی توی داکیومنت 7.2 به عنوان نیو فیچر اینو معرفی کرده و در واقع داره بلوغ و استیبیلیتی فریمور رو اینجا بیان میکنه. خب حالا این قابلیتی که اضافه کرده چیه؟ این قابلیت اینه که از ورژن 7.2 به بعد، حالا از زمانی که حالا ورژن 7.2 و 7.4 اضافه شده، اومده یه اصطلاحی رو داخل جلوی فریمور اضافه کرده. منم الان اینجا ورژن 7.0.12 رو نصب دارم که میبینیم تو پرانتز زده مچور یعنی بالغ و طبق این فیچری که اضافه کرده، طبق این قابلیتی که اضافه کرده، از این به بعد شما توی داشبوردتون میتونین ببینین این ورژن ماچوره یا ورژن فیچر هست. ورژن فیچر در واقع ورژن هایی هستن که دوتا لاین آخر میشه، یعنی لاین 7.2 و لاین 7.4 میشه که حالا به هر ترتیبی که ورژن‌های جدیدتر، لاین‌های جدیدتر بیاد، همیشه دوتا لاین آخر لاین‌های فیچر هستن و لاین‌های سوم و چهارم از آخر که الان لاین‌های 7.0 و 6.4 میشه، لاین‌های مچور به حساب میان و الان تقریبا چند ماهی هست، تقریبا 2 ماهی هست که توی پچ‌های جدیدی که داره ارائه میشه جلوی فریمور تو پرانتز بلوغ این ورژن رو نشون میده که آیا این ورژن مچوره یا ورژن فیچر. و همینطور اگه شما بخواین از یه ورژن بالغ مثلا ورژن 7.0 بخواین آپگرید کنین به ورژن 7.2 یا ورژن 7.4 که ورژن فیچر هست، بهتون یه پیغامی میده که بهتون اطلاع رسانی میکنه که این ورژنی که الان نصب ورژن مچور به حساب میاد و شما دارین منتقل میکنین دستگاه رو به یه ورژن فیچر که اینجا یه تاییدیه ای ازتون میگیره که آیا مطمئنین میخواین برین و دستگاه رو به یه ورژن در واقع غیر استیبل ببرین. این قابلیت خیلی جالبیه که خیلی کمک میکنه برای شناسایی این که کدوم ورژن استیبل و پایدار هست. یه تکنیکال تیپی هم اضافه کرده که توی این تکنیکال تیپ اومده برای تک تک دیوایس ها ورژن استیبل و ریکامندد رو اضافه کرده و شما هر مدل دستگاهی که دارین اینجا میتونین خیلی راحت جستجو کنین و
در واقع ورژنی که خود فورتینت داره پیشنهاد میکنه رو براش پیدا کنین. یه ستون جالبی هم داره که حالا اند آف ساپورت، که خب شما یه سری ها رو میبینین که ورژن مثلا 6 تا 15 رو داره پیشنهاد میکنه یا ورژن 6.0.17 رو داره پیشنهاد میکنه. خب اینا دستگاهایی هستن که فروششون متوقف شده، ساپورتشون هم متوقف شده، یعنی 5 سال خدمات پس از فروششون هم به پایان رسیده و اند آف ساپورت شدن. وقتی اند آف ساپورت میشن دیگه فورتینت برای این تجهیزات او اس جدید ارائه نمیده و آخرین او اسی که وجود داره، حالا آخرین ورژنی که یعنی روی اون دستگاه کار میکرده، نهایتا برای اون پچ میاره، یعنی برای این دستگاه پچ های جدید رو اضافه میکنه و این ستون رو برای این گذاشته که شما بدونین مثلا 50 که اومده گفته 6 تا 15 ورژن استیبلشه اند آف ساپورت شده. اینجا اکثر دیوایس ها رو که با هم بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اکثرا ورژن 7.12 و 7.13 رو به عنوان ورژن استیبل معرفی کرده. مثلا فورتیگیت 90G که یه دیوایس جدیده و به تازگی به لیست محصولات فورتیگیت اضافه شده، ورژن 7.12 به عنوان ورژن ریکامنددیه که کمپانی فورتینت داره براش اعلام میکنه. دستگاه 100F، 200F و 400F که جزء محصولات پرفروش سری فورتیگیت هستن، هر سهشون ورژن 713 به عنوان ورژن استیبل پیشنهاد شده. از طریق این تکنیکال تیپ میتونین مدل دستگاه خودتون رو سرچ کنین و در واقع ورژن استیبلش رو مشاهده کنین. حالا حتی توی تولز آنلاینی هم که داره که آپگرید پد تول هست، اومده این رو اضافه کرده و جلوی تک تک ورژنا یه حرف، بذارین من یه 60 مثلا بیارم، یه حرف N, M یا F رو اضافه کرده که خب این اینا که در واقع قدیمی هاست که اند آف ساپورت شدن و میبینید که ورژنای بالغ به حساب میان جلوشون یه حرف M ثبت شده که شما بدونید اینا ورژنای ماچور هستن و اونایی که ورژنای فیچر به حساب میان یه حرف F آخرشون ثبت شده که شما بدونین اینا ورژنای استیبل در واقع نیستن و ورژنای فیچرن. منظور از فیچر اینه که توی این ورژن‌ها قابلیت جدید اضافه شده و برای جایی که استیبیلیتی اولویت اوله ورژن‌های مشهور پیشنهاد میشه و برای جایی که استیبیلیتی اولویت اول نیست، پایداری شبکه اولویت اول نیست و فقط میخواد از فیچرهای جدید استفاده کنه یا میخواد اصلا مثلا باگای جدید رو شناسایی کنه و به فورتینت گزارش کنه، از ورژن‌های فیچر استفاده میشه. و من توی داکیومنت هایی که داشتم میگشتم یه داکیومنتی هم چشمم خورد که یکی از کارمندای فورتینت نوشته بود که اکثر باگای نرم افزاری که ما پیدا میکنیم بین ورژن‌های، حالا توی پچ‌های 5 و 6 هست که ما این باگا رو شناسایی میکنیم، یعنی تا 5 و 6 اکثر باگا رو ما برطرف میکنیم و از پچ 7 و 8 به بعد دیگه معمولاً باگ نرم افزاری کمی داره و پیشنهاد داده بود که اگه ورژن 7 و پچ 7 و 8ش ارائه شد میتونین به عنوان ورژنی که نسبتاً استیبل شده هم استفاده کنین ازش. خب دوستان، بابت آپگرید سیستم عامل فورتیگیت هم خب آپگریدش خیلی راحته. شما همیشه میتونین از سایت setacit.com OS های جدید رو دانلود کنین که برای عموم به رایگان قرار داده شده و شما خیلی راحت میتونین با یه ثبت نام ساده داخل سایت setacit.com برین وارد بخش دانلود ها بشین و بتونین OS مورد نیازتون رو دانلود کنین. بحث بروز رسانی
OS هم به این صورته که شما با یه چپ کلیک ساده اینجا گزینه آپدیت فریمور رو میزنین، شما رو ریدایرکت میکنه به صفحه، به منوی سیستم. اگه تا قبل از ورژن 7.0 باشین اینجا گزینه فریمور هست، اگه بعد از اون باشین ریدایرکتتون میکنه روی فابریک منیجمنت. از 7 به بعد این گزینه فریمور هم اینجا نیست و شما از همین طریق باید این رو آپگرید بکنین. و حالا من از همینجا میرم که شما باش آشنا بشین. اینجا گزینه آپگرید رو میزنین و توی تب آخر گزینه فایل آپلود هست که فایلی که دانلود کردین رو اینجا میتونین بارگذاری کنین و گزینه کانفرم و بکاپ کانفیگ رو بزنین. زمانی که این کلید رو میزنین یه بکاپ از کانفیگ دستگاه روی کلاینتتون ذخیره میشه و فایل OS بارگذاری میشه، آپلود میشه، نصب میشه و دستگاه ریستارت میشه. توی دستگاه‌های 200F به پایین آپلود، نصب و ریستارتش زیر 5 دقیقه طول میکشه. یعنی مثلا هولوش 4 دقیقه زمان میبره که از اون 4 دقیقه شاید 2 دقیقه و 30 ثانیه‌اش تقریبا تایم ریبوت دستگاه باشه که اون 2.5 دقیقه شما شبکتون قطعه و ارتباطایی که به فورتیگیت برقرار بوده همه دان هستن. و خوشبختانه مثل تجهیزات برندهای دیگه نیست که 20 دقیقه طول بکشه بالا اومدنش. خوشبختانه زیر 5 دقیقه شاید 4 دقیقه این دستگاه لود میشه، بوت میشه و به طور کامل در مدار قرار میگیره. خب دوستان، همونطوری که گفتم از صفحه سایت setakit.com میتونین خیلی راحت با یه جیمیلی چیزی ثبت نام بکنین و از منوی دانلود ها فریمور مورد نظرتون رو به راحتی دانلود کنین. توی سایت setakit.com تمام فریمورهای مورد نیاز محصولات فورتینت، اهم از فورتیگیت، فورتی وب، فورتی آنالایزر و فورتی منیجر قرار داده شده که شما به راحتی میتونین ورژن مناسب دستگاهتون و ورژن استیبلتون رو دانلود کنین و روی دستگاهتون بارگذاری کنین. خب مثل همیشه ممنون از وقتی که گذاشتین برای تماشای ویدیو. در پایان ویدیو روش ارتباطی با بنده ذکر شده و خوشحال میشم که نظراتتون رو برای من بیان کنین. تا ویدیوهای دیگه روز و روزگارتون خوش.